ادهم خالقوف هنرپیشه مردمی تاجیکستان و ازبکستان، آوازخوان معروف اپرای تاجیک، روز 3 ایول سال 2024 در سن 76 از عالم چشم پوشید. در این باره تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد ادهم خالقوف قریب تمام عمر ایجادش را در صحنه امین تئاتر سپری کرد. درباره علت مرگ آوازخوان معروف چیزی گفته نشده است، ولی ده ها نفر در زیر خبر مرگش به نزدیکان ادهم خالقوف تسلیت گفته در گذشت چنین آوازخوان نوتکرار و در سطح جهانی اعتراف شده را تلفات سنگین و جبر ناپذیر برای فرهنگ به ویژه اپرای تاجیک نامیدند. ادهم خالقوف 7 می سال 1948 در ناحیه فرخور به دنیا آمده. سال 1970 دانشکده صنعت تاجیکستان و سال 1979 کنسرواتوار دولتی شهر مسکو را ختم کرده است. از سال 1970 تا 1980 در مسکو در انسامبل کراسنای زوزدا هنرنمایی کرده. بعد ختم کنسرواتوار مسکو به تاجیکستان برگشت. از سال 1980 تا دم مرگش آوازخوان تئاتر اپرا و بالت به نام عینی بود. ادهم خالقوف در بیش از 30 اپرا نقش آفریده است. ادهم خالقوف همچنین در صحنه‌های مشهورترین تئاترهای اپرای دنیا از جمله در مسکو و پترزبورگ و وین و میلان هنرنمایی کرده است.